میلیاردها تومان با صدا و سیما امروز داره هزینه میشه. اگر این پول رو شما ببرید برای مردم کار واقعی انجام بدید، حتما اثرگذاریش بیشتره. اما من در چند روز گذشته آقای مهندس شمران یک پدیده رو مشاهده کردم و باهاش مواجه شدم در حوزه هزینه ها که برداشتم هم این هستش که اینها احتمالا اصلا بدون اطلاع آقای دکتر زاکانی داره صورت میگیره و اونم این هستش که فرض بفرمایید که یه اقدامی در شهرداری انجام شده به نام قهرمان شهر. ما مشاهده میکنیم که عکس آقای دکتر زاکانی رو روی عرشه ها و بیلبوردهای شهر به صورت گسترده منتشر کردن. نماز جمعه مراجعه میکنیم، میبینیم در نماز جمعه به صورت رایگان داره روزنامه همشهری چاپ میشه و بین نمازگزاران توزیع میشه. باز اونجا مشاهده میکنید که یک تصویر بزرگی از آقای دکتر زاکانی رو چاپ کردن. دیروز از یکی از مناطق عبور میکردم، دیدم روی عرشه پلی که دم شهرداری یکی از مناطق هستش تصویری از شهردار منطقه رو روی عرشه پل حساب نمایش گذاشتن. من قبلا در مورد حکمرانی نمایشی مفصل صحبت کردم، اما متاسفانه شاهد این هستیم که به هر حال کسانی به صراحت این مسئله رو دارن مطرح میکنن که ما جریان مستقر در شهرداری تهران هستیم و قرارگاه مشترکی ایجاد کردیم برای اینکه آقای دکتر زاکانی در شهرداری تهران بموند. من خواهشم این هستش، من فکر میکنم که دوستان یه مقداری زود ارتباطش رو با عرض میکنم موضوع اوراق قرضه هم دوستان یه مقداری زود شروع کردن و مسئله‌ای که وجود داره این هستش که تقاضای من و تذکر من این هست که پولی رو که آقای مهندس شمران به سختی ما داریم تهیه میکنیم، حالا اب نداره، بالاخره طبیعیه دیگه، یه حرفایی رو بعضی باید بزنن، یعنی بعضیا 4 سال تکلیفشون کاملا معین مشخصه. من میخوام اینو عرض بکنم، حالا این حرفو نپذیرید از من عزیزان، این پولی که داره به سختی تهیه میشه، با مشکلات داره تهیه میشه، به جای اینکه برای خودتون به نفع خودتونه، یعنی اگر میخواید دوره بعد زاکانی شهردار تهران بشه و جریان سیاسیتون کماکان در هیئت حاکمه شهرداری باقی بمونه، به نفع خودتونه، به جای اینکه دنبال حکمرانی نمایشی باشید برید اینا رو خرج پروژه بکنید. آقای مهندس شمران میلیاردها تومان با صدا و سیما که اتفاقا جریان همسوی سیاسی با این دوستان هستش امروز داره هزینه میشه برای اینکه کارنامه‌ای از موفقیت داره بشه. من حرفم اینه که اگر این پول رو شما ببرید برای مردم کار واقعی انجام بدید، حتما اثرگذاریش بیشتره و این پولها باید هزینه خدمت به مردم بشه، نه آینده سیاسی بعضی از جریانات. متشکرم. اون چی که اینجا